غم از دست دادن جوان واقعا دردناکه، جانسوزه. مادرم از مادرش تعریف میکرد، یعنی مادر بزرگ من. میگفت هر وقت میخواستیم از جلوی مسجد روستامون رد بشیم، مادرم مسیرش عوض میکرد. یه روز بهش گفتم مادر چرا مسیر رو عوض میکنی، چرا رامون رو دور میکنی؟ گفت زمانی که روسها به آذربایجان حمله کردند، برادر منو جلوی این مسجد دزدیدن و بردن. بگو تا زمانی که مادرم زنده بود، یه چشمش اشک بود و یه چشمش خون و منتظر، تا اینکه از دنیا رفت و هیچ وقت داییم پیدا نشد، نه جسدش نه خودش. میگفت مادرم به خاطر اینکه اون لحظه ها رو نبینه، اون مسیر رو نبینه، اون مسجد اون روستا رو نبینه، خونش از اون روستا برد. میفهمی چی میگم؟ رفت یه روستای دیگه زندگی کرد، دیگه پا به اون مسجد نگذاشت. درد جوان، درد غم از دست دادن جوان آدمو دیوانه میکنه. من 50 سالمه، هنوز روس‌ها رو به عنوان دوست خودمون نمیدونم. روس‌ها دشمن همیشگی ما هستن، در حالی که من نه داییمو دیدم نه حس کردم. خدا به مادرایی که جوان از دست دادن بهشون صبر بده.